در حمله احتمالی آمریکا به ایران، آمریکا میتونه استراتژی‌های مختلفی واسه حمله داشته باشه که یکی از این استراتژی‌ها رو در ویدیویی که قبلاً واسهتون ساختیم شبیه سازی کردیم. اما در این ویدیو یکی دیگه از استراتژی‌های حمله آمریکا به ایران رو نشونتون میدیم. حمله‌ای که توسط ناوگان دریایی آمریکا و پایگاه‌های اروپایی صورت میگیره. اجازه بدین با یک سوال شروع کنیم. اگه آمریکا بخواد به ایران حمله کنه و کشورهای خاورمیانه مثل قطر و عربستان و بقیه کشورهای متحد آمریکا باهاش همکاری نکنن، این حمله به چه صورت اتفاق میفته؟ اگه این کشورها به دلیل محدودیت‌های سیاسی اجازه استفاده از خاک خودشون رو برای عملیات نظامی ندن، آمریکا مجبور میشه با استراتژی جدیدی به ایران حمله کنه. این یعنی دور زدن منطقه، اجرای حملات از فاصله‌های دورتر و البته با استفاده از پایگاه‌های اروپایی. باید بدونیم که فاصله بزرگترین دشمن در جنگ هواییه و همین موضوع یعنی کل نقشه تاکتیکی باید عوض بشه. ابتدا باید بدونیم آمریکا چند پایگاه در خاورمیانه داره. حضور نظامی آمریکا در این منطقه بسیار گسترده است. حدود 30 تا 40 تأسیسات نظامی در سراسر خاورمیانه وجود داره که بین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی در اونها مستقر هستند. این شامل مراکز اصلی مانند پایگاه هوایی العدید در قطر، پایگاه‌های پشتیبانی دریایی در بحرین و همچنین تأسیسات نظامی در امارات متحده عربی میشه. از دست دادن دسترسی به این پایگاه‌ها واسه حمله به ایران کارو واسه آمریکا بسیار سخت میکنه. به همین دلیل طرح پشتیبانی اروپا اهمیت پیدا میکنه. هسته اصلی این استراتژی جدید به ناوگانی از پمپ بنزین‌های پرنده وابسته است. پس آمریکا باید از ده‌ها هواپیمای سوخترسان کی-335 استفاده کنه. این هواپیماها از خاک آمریکا و بریتانیا به پایگاه‌هایی در کشورهایی مانند یونان و بلغارستان منتقل میشن. اما چرا این هواپیماها تا این حد مهمن؟ باید بگم بدون اونا کل عملیات غیر ممکنه. جنگنده‌هایی مانند F-35 و F-16 ظرفیت سوخت کافی برای یه سفر رفت و برگشت چند هزار کیلومتری رو ندارن. به همین دلیل هواپیماهای کی-335 مانند یه پل شناور در آسمان عمل میکنن. اونا در میانه مسیر به جنگنده ها سوخت رسانی میکنن و به جنگنده ها اجازه میدن وارد حریم هوایی ایران بشن و مأموریت خودشون رو انجام بدن. اما اگه هواپیماهای سوخت رسان پرواز نکنن، جنگنده ها عملاً کاری از دستشون بر نمیاد. اما وظیفه نیروی دریایی آمریکا در این استراتژی چیه؟ برای جبران نبود پایگاه‌های زمینی در خاورمیانه، نیروی دریایی از ناوهای هواپیمابر استفاده میکنه. شهرهای شناوری که میتونن قدرت هوایی رو به هر نقطه‌ای منتقل کنن. این ناوها قادرن حداقل 4 هواپیما در دقیقه پرتاب کنن. اونا از سیستم پرتاب الکترومغناطیسی استفاده میکنن. در این سیستم مجموعه‌ای از آهنرباهای الکترومغناطیسی و با زمانبندی دقیق فعال میشن و هواپیما رو به سرعت لازم برای بلند شدن میرسونن. وقتی سرعت هواپیما به حدود 240 کیلومتر بر ساعت میرسه، هواپیما آزاد میشه و پرواز میکنه. سپس سیستم به حالت اولیه برمیگرده تا هواپیمای بعدی رو پرتاب کنه. این روش نسبت به سیستم‌های قدیمی بخار فشار کمتری رو به بدنه هواپیما وارد میکنه و عمر تجهیزات رو افزایش میده. اما فقط ناو هواپیمابر کافی نیست. آمریکا به تعداد زیادی سیستم دفاع موشکی هم نیاز داره. حدود 60% از سیستم‌های دفاع موشکی آمریکا داخل پایگاه قطر هستند. حالا برای جبران این کمبود، آمریکا باید تعداد زیادی سامانه پاتریوت رو جابجا کنه. برای این کار بیش از 300 پرواز هواپیمای ترابری سنگین انجام میشه و بسیاری از موشک‌های قدیمی پاتریوت از انبارهای آلمان و ژاپن منتقل میشن. اما چرا از موشک‌های قدیمی استفاده میشه؟ چون این موشک‌ها گزینه‌ای ارزون برای مقابله با پهپادها هستند، در حالی که موشک‌های جدیدتر برای تهدیدهای پیشرفته‌تر ذخیره میشن. اما اولین حمله از دریا آغاز میشه.
که قبل از توضیحاتش ممنون میشم با لایک و سابسکرایب کردن کانال ازمون حمایت کنید. ناوشکن‌ها موشک‌های کروز رو شلیک میکنن. این موشک‌ها در ارتفاع پایین پرواز میکنن تا از رادارها پنهان بمونن. هدف اونا نابودی رادارها، مراکز فرماندهی و سیستم‌های دفاع هواییه. این کار باعث ایجاد مسیر امن برای ورود هواپیماهای بمب‌افکن میشه که یکی از مهمترین این بمب‌افکن‌ها B2 اسپریت هستش. این هواپیمای رادارگریز میتونه بدون شناسایی وارد حریم هوایی دشمن بشه و اهداف حساس زیرزمینی رو نابود کنه. اما ایران استراتژی‌های دفاعی خاص خودش رو داره. اولین استراتژی حملات گروهی قایق‌های تندروه. به جای درگیری مستقیم، تعداد زیادی قایق کوچیک و به طور همزمان حمله میکنن تا سیستم دفاعی کشتی‌های آمریکایی رو اشباع کنن. دومین استراتژی مینگذاری در تنگه هرمزه. این منطقه یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت در جهانه. مینگذاری میتونه مسیر کشتی‌ها رو مسدود کنه و اقتصاد جهانی رو تحت تأثیر قرار بده. سومین استراتژی استفاده از موشک‌های ساحلیه. سواحل ایران مکان مناسبی برای استقرار پرتابگرهای موشکی متحرکه که میتونن بعد از شلیک سریعاً جابجا بشن. و چهارمین استراتژی استفاده از زیردریایی‌های کوچیکه. این زیردریایی‌ها میتونن در آب‌های کم عمق پنهان بشن و حملات غافلگیرانه انجام بدن. همچنین ایران دارای تعداد بسیار زیادی از موشک‌های بالستیکه که میتونه پایگاه‌های نظامی و مراکز لوجستیک دشمن را هدف قرار بده. اما حتی اگه ناوهای هواپیمابر آمریکا از کار بیفتن که یه جورایی غیر ممکنه، آمریکا بازم گزینه‌های دیگه‌ای داره. فرماندهی حملات نیروی هوایی آمریکا میتونه بمب‌افکن‌های خودش رو از هر نقطه دنیا اعزام کنه. اول بمب‌افکن B2 که میتونه بدون توقف از آمریکا به ایران پرواز کنه. دوم بمب‌افکن B1 که میتونه حجمه عظیمی از تسلیحات رو حمل کنه. و سوم بمب‌افکن B52 که مانند یک سکوی پرتاب موشک در آسمان عمل میکنه و میتونه از فاصله دور اهداف رو نابود کنه. در این سناریو ابتدا هواپیمای B2 سیستم‌های دفاع هوایی رو نابود میکنه، سپس B1 مسیر رو پاکسازی میکنه و در نهایت B52 زیرساخت‌های کلیدی رو هدف قرار میده. این یه عملیات پیچیده، چند لایه و کاملا وابسته به هماهنگی بین نیروهای هوایی، دریایی و لوجستیکیه. اما این استراتژی دوم آمریکا واسه حمله است. استراتژی اول آمریکا واسه حمله به ایران با استفاده از پایگاه‌های کشورهای خاورمیانه صورت میگیره که واسه دیدن ویدیوی شبیه سازی شدهش اول این ویدیو رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید و بعد پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو ببینید.